به نام خداوند بخشنده مهربان. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در حدیثی که التمسوها فی عشر الاواخر، در حدیث دیگر در روزهای تاقی دهه آخر ماه مبارک رمضان شما شب قدر را بکابید. بنابراین از معلم دین من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ثابت است که شب قدر در روزها و شبهای تاقی ماه مبارک رمضان هست، در دهه آخرش. بنابراین میتواند که 21 باشد، 23 باشد، 25 باشد، 27 باشد یا 29. بعضی علما بر این عقیدند که شب قدر در همین روزهای تاقی دهه آخر ماه مبارک یعنی تاب میخورد. بنابراین همه شبهای تاقی دهه آخر ماه مبارک را باید عبادت کرد. در حدیث بخاری و مسلم از ابو هریره روایت است که من قام ما یقوم لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی شب قدر را از روی ایمان و امید ثواب با اخلاص عبادت میکند، تمام گناهان گذشته او بخشیده می شود. و برای چی دعا کردن در شبهای قدر از عایشه مادرمان روایت است که از پیامبر خدا پرسیدند که اگر من شب قدر را دریافت کردم چی دعا بکنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم اون را گفتند که ای عایشه این دعا را بکن که اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ای الله تعالی تو بخشنده مهربانی بخشیدن را دوست می‌داری، من را مورد عفو و بخشش خودت قرار بده. این دعا برای دعا کردن شب‌های قدر ثابت است. ҳангоми ифтор агар дилатон оши болаззати самарқандӣ мекашад, пас ба ҷони ош биёед. макони зебо ва хӯрокҳои болаззатро барои шумо ваъда медиҳем. рақамҳо барои фармоиш дар болои экран.